بچه‌ها این که هیکل و اندامم 20 و سینه و باسن پرفکتی دارم هیچ بحثی توش نیست و بابت این نقدی نمیپذیرم که هیچ، به خودمم میبالم. ولی 2 نکته من از کامنت های مثبت و منفی فهمیدم که شما هم باید بدونید. 1. دلیل حسادت و هیت دادن بعضی از خانم های عزیز اینه که من برخلاف اغلبشون کاملا نچرال و بدون هیچ نوع عمل زیبایی هست و این براشون قابل هضم نیست. 2. دلیل تحسین اکثر مردها برخلاف خانم ها اینه که میبینند و درک میکنند که من با وجود این اندام و زیبایی کاملا مستقل و قوی هستم و کسی جرأت نداره حتی به هم دست بزنه. من بانو ندا هستم، آرایشگر مردانه که عاشق کارمم و خیلی دوستتون دارم. آرایشگاه بانو ندا، انتخاب خوش سلیقه ها.